رسیده سمتمون. چای خیلی چای شستی. مامان اومد زودتر از من، اولین بار پاچو کرده تو آب. منم دلم خواست. آقا چقدر خنکه آخش. سنگ خوشگلم پیدا کردین. نمیدونم این فسیله یا نه، ولی فسیلی چیزیه. امانگوش Herkese salam. بچه این یکی کلن لخته، توش پتو کشیدی. بچه رفتیم این تونایی که مامان چینده بود و بشوریم. بعد متوجه شدیم که آب همین رودخونه است. با آب رودخونه میشستیمش هیچ فرقی نمیکرد. امیدوارم اسهال نشیم فقط. نه با آب جوش میشه. تمام خواص. خب چایی درست کن دیگه باهاش. دمنوش درست کن. بچه اگه نکرده مردیم یا اگه اسهال شدیم به خاطر این آب اینجاست یا اینه. دستمو شستن توش خاک داشت. اینا انارس بچه، اینا انارس. حالا میبینید اینا هاش فکر کنم پخته. آی سوخته.
نمیشه برش داشت. چیه؟ بشقا چرا همش سوراخه رو میاری؟ میخوام بریزم تو گفتم اگر بسنه خب با اون مگه میشه اونو برداشت؟ اون تو داغه. ها اینو چیز زدن. صدا تو تا اینجا هم نمیاد چه برس. ما سعی کردیم زباله‌های پلاستیکی رو توی این محلی که هستیم جمع کنیم که طبیعت تمیز شه. خب من آریان هستم، مرسی که ویدیو تا آخر دیدی. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و ساب هم یادتون نره. دوستتون دارم. بای بای.